تمام بلرسانا رو دوخت زدم. حالا میخوام نگین متری بدوزم. آموزش دوخت نگین متری رو که من چند بار توی آموزش ها براتون گذاشتم، ولی حالا برای جایگذاری توی این پنل و کنار بلرسان بازم بهتون آموزش میدم. خب نیاز داریم به چسب جواهر دوزی. خب چسب جواهر دوزیمون رو برمیداریم، یک راه باریک چسب روی تمام سطح کارمون میزنیم. دقت کنین که بچه ها حتما چسب کم بذارین، اگه زیاد بذارین کارتون کثیف میشه. این چسبا یه مقدار کار باهاش سخته بچه ها. حالا من هر دفعه کار کردم و دیدین این چسبا سرشون یکم پهنه، ولی من برای که اینجوری باریک بده سوزن رو داغ کردم، سرش زدم، حالا نواری به من چسبا میده. خب چسبم رو زدم، حالا میرم سراغ نگینم. نگینتون رو روی کار قرار میدین. این تا جایی که جا داره من آوردم پایین. این قسمتی که از پایین مونده رو بعد با نگین های تکی یا با منجق های نقره رنگ پر میکنیم تا کارمون قشنگ بشه. نگین رو روی چسب قرار میدیم، صاف و مرتب، کج نباشه، و اضافه شو برش میدیم به این شکل. سمت دیگه هم من چسب میزنم. یک کوچولو زمان میدم تا چسبم یکم خودشو بگیره. خیلی بچه ها زمان ندین که چسب جواهر دوزی زود خشک میشه. اگه یه مقدار زمان بدیم، مثل من میبینی یکم مکس دارم، باعث میشه که راحت نگینتون بچسبه. ببینین من دقیقاً از ابتدای نگین قبلی نگینمو میذارم به شکل بلرسانم، حالت میدم. من تا اینجا میتونم نگین بذارم، از این به بعد نگینم ببینین رو هم میاد. پس تا اینجا نگینم رو بس میکنم و بقیهشو همون جور که بهتون گفتم از منجق استفاده میکنم. به این شکل. اگه یکم جایگذاری نگین براتون سخته با ناخن، همون جور که گفتم تو آموزش قبلی، با پنس یا موتین قرار بدین تا راحت تر بشه کارتون. دور تا دور تمام این بلرسانا رو من نگینم و میچسبونم، دوخت میزنم، بعد برای بقیه آموزش دوباره براتون فیلم میگیرم. تمام نگینام رو چسب زدم، دوخت زدم. حالا رسیدیم به این قسمت کار که گفتم بعد با منجق پرش میکنیم و جای سیاه نمیذاریم. من این قسمت هم دوخت زدم کارمو، حالا آموزشش رو براتون میذارم. اینجا رو من با منجق پر کردم. ببینین حالت نقری طورش رو داره که تا این پایین ادامه داره. حالا خیلی لازم نیستش که تمام نقاطش رو پر کنین و دقیقا شکل نگین متری بیفته. نه، شما از هم دور روی لباستون که دید داره، همینقدر که نشون دهنده اینه که این روال نگین ادامه داشته تا این نوع کافیه. حالا بازم بهتون نشون میدم. ببینین بچه ها، سوزنو از این قسمت کنار بلرسان خارج کردم. نخم رو میکشم تا پشت کارم گره نداشته باشم اصلا. یه دونه منجق نقره‌ای سر میندازم. من حالا چون نقره‌ای کار کردم نگینم و دارم نقره‌ای کار میکنم. شما اگه نگینتون رنگ دیگه ای بود، خب منجقتون هم همون رنگ انتخاب کنید. ببینید منجق رو به انتهای کارم آوردم. از روبرویش این سمت بلرسانم وارد نمد میکنم نخمو و محکم میکشم. یه دونه منجق دوخ خورد. یه دونه منجق دیگه این سمت دوخ میخوره، ولی جاش کوچیکه، من نمیتونم منجق رو به این شکل بدوزم، پس به حالت برعکس میام منجق رو میدوزم. حالا سوزنمو
از نمدم خارج میکنم. ببینین از کجا خارج کردم. نخم محکم میکشم، یه دونه منجق دیگه سر میندازم، باز به انتهای نخم میارم. این دفعه از اینجا من سوزنم رو وارد میکنم، نخم محکم میکشم. ببینید چه خوشگل سر جاش قرار گرفت. اگه این سمتی میذاشتیم اینجوری سر جاش قرار نمیگیره. یه دونه جای منجق دیگه اینجا خالی دارم، سوزنم رو خارج میکنم، یه دونه منجق سر میندازم، به انتهای نخم میارم، از روبروش سوزن رو وارد میکنم. به این شکل منجق من کامل قرار گرفت. خب این از این. حالا میخوام داخل این قسمت رو پر کنم. برای پر کردن داخل شما میتونید از هر متریالی که مد نظرتون استفاده کنین بچه‌ها. بازم میگم اینم سلیقه است. من دوست داشتم از میکس متریالم استفاده کنم، انواع منجق و مادام و کریستال و مروارید. حتی میتونید نگین هم استفاده کنید، میتونید فقط مادام کار کنید، فقط منجق کار کنید، فقط مروارید کار کنید، هیچ فرقی نداره. حالا من به حالت میکس شو انجام دادم که به درد پنلای دیگه هم میخوره، یه جورایی تو سبک آجیلوزی حساب میشه، مخصوصا برای یقه لباسا خیلی تو دوختای مزونی دیدین. حالا اینو که آموزششو بذارم خودتون متوجه میشین که برای کجاهای لباس به دردتون میخوره. برای این کار من از مروارید استفاده میکنم، از منجق سفید میخوام استفاده کنم، از مادام سفید صدفی و کریستال سفید، همچنین از منجق نقره‌ای. این کریستال شیشه‌ای را من حالا استفاده میکنم. این میکس متریالی که الان داریم میبینین و توی بازار به همین شکل به حساب که میکس توی بازار هست که بخوایم بخرین. قیمتش مقدار مناسب تره. اگه جایی قیمت مناسب دیدین برای این طور کاراتون خریداری کنین. ولی خب من الان همه چی با هم قاطی کردم، همینجوری میذارم کنار دستم تا شروع کنیم دوختمونو. خب برای شروع کنم من سوزنم از این قسمت خارج کردم. یه دونه مادام میخوام سر بندازم، به انتهای نخم میارم. خب حالا باید مرتبش کنیم. به انتهای نخ میاریم، جایی که نظرمون مرتب شده و اوکیه سوزن رسش همونجوری که تو آموزش قبل گفتم وارد میکنیم به این شکل. سوزن رو با کمی فاصله من خارج میکنم، یه دونه کریستال شیشه‌ای سر میندازم، به انتهای نخم میارم و دوختش میزنم. بهتر که کریستالتون هم 2 بار دوخت بزنید. ولی خب من حالا این کریستالم چون کوچیکه همین 1 بار دوخت به نظرم کافیه. باز سوزن خب با کمی فاصله خارج میکنم، یه دونه مروارید سر میندازم، به انتهای نخم میارم و دوخت میزنم. من دوخت دومم میزنم تا کارم محکم بشه. اگه دقت کنین بچه‌ها من از مروارید و کریستال تو سایزهای مختلف دارم استفاده میکنم. از کریستال مروارید تو یک سایز استفاده نمیکنم. اینجور که سایزشون با هم فرق میکنه و مختلفه باعث میشه که کارتون زیباتر بشه. پس حتما دقت کنین که شما از سایزهای مختلف استفاده کنین. یه دونه کریستال سفید سر میندازم، انتهای نخم میارم و
دوخ میزنم. ببین همینطور به هم ریخته بدون هیچ نظم خاصی دستمو میبرم داخل متریالم، یه دونه ور میدارم و دوخ میزنم. به این شکل. حالا من یکم سرعت فیلم رو میبرم بالا تا باز حجم زیادی مصرف نشه. باز با ادامه آموزش در خدمتتون هستم. خب بچه ها، من تا اینجای کارم متریال درشتم و دوخت زدم. حالا میخوام سراغ دوخت متریال های ریزم. سوزنم رو بین دوختایی که انجام دادم خارج میکنم. یک بار منجوق نقره‌ای سر میندازم و دوخت میزنم. باز کمی فاصله میدم و میرم سراغ دوخت منجوق سفیدم. هر جا حس کردم خالیه و جا داره یه دونه منجوق دوخت میزنم. اصلا نظم خاصی بچه ها نداره، فقط باید منجوقتون رو دوخت بزنین که سطح کارتون از این خلوت بودن یکم خارج بشه و به مقدار کارتون شلوغ‌تر بشه. من تمام سطح کارم رو دوخت میزنم. اینا همه رو پر میکنم. باز با بقیه آموزش در خدمتتون هستم.